همینها اگر حذف بشن شما هیچی نیستید. امروز روی صحبتم با شرکتاییه که ورق رو تولید میکنن یا وارد میکنن. خدمت شما عرض شود که شما 2 ماه پیش دلار به 115,000 تومان رسید، قیمت رو افزایش دادید، نزدیک 20 تا 30% قیمت رو افزایش دادید. دلار اومد رسید به 87,000 تومان، 1,000 تومانی کم نکردید قیمت رو. دوباره الان رسیده دلار به 115,000 تومان، دوباره قیمت رو افزایش دادید. ببینید مجموعه ما دغدغه‌ای برای تولید و اجرا نداره و ما دپوی بار رو داریم، ولی کارگاه‌ها و تولیدی‌های کوچیک چه گناهی کردن یا مردم چه گناهی کردن که شما هر وقت هر جوری دوست دارید تا میکنید؟ به راحتی هم میگید که من فروش ورقمو بستم دیگه هم ورق نمیفروشم. چرا هیچ مرجعی به این رسیدگی نمیکنه؟ یعنی تا کی باید این اتفاق بیفته؟ نمیدونیم باید ما به کجا باید بریم شکایت کنیم از دست شما که به سادگی میگید که آقا این قیمته، دوست داشتی بخر، دوست نداشتی نخر. و خیلی از همین تولیدی‌های کوچیک بودن که باعث شدن شما شدید ورق فروش یا شرکت‌های تولید ورق.